دستای مبارک کمی آبله کرده بود و خودش آب را می آورد. یک روز یک پیشنهاد به رسول صلی الله علیه و سلم فرستاد، کسی را فرستاد، خودش هم نرفت. و یا ای که خودش رفت. در یک روایت با امهات المؤمنین زنان پیامبر گفت که وقتی رسول صلی الله علیه و سلم تشریف آوردند شما بگویید که فاطمه آمده بود و یک درخواست داشت از شما. درخواستش می بود که چی میشه که یک کنیز به ما بدهین که به کارهای خانه به من همکاری بکنه، من خیلی زیاد اذیت هستم. رسول صلی الله علیه و سلم تشریف نداشتن. بعد از اینکه آمدن به پیامبر محبوب گفتن که فاطمه آمده بود. بعدش رسول پاک صلی الله علیه و سلم کسی را فرستاد، گفت که به اونا بگو که امشب من میایم خانه شد. رسول صلی الله علیه و سلم تشریف بردن. حضرت علی این طرف خواب است، فاطمه این طرف خواب است. وقتی پیامبر محبوب داخل شدن اینا میخواستن که از جای خود بلند شدن. پیامبر خدا گفتن جای خودتان همون قسم باش. آمد در وسطشون داخل شد. این دامادش است، این طرف هم فاطمه. محبت را میبینین که تا چی حد است. امروز بچه ها میگه که یزدی من دیدم عرق کردم. من هیچ کس یزدی خود یزدی نمیگن، داماد پدرم است میگن. یا بعض مردهایی که نام خودم مانند با غیرت وقتی دخترشون به شوهر میتن باز میگه که تا زمانی که عروسی نکرده کوچی من دامادم قدم خدا نمانه که قدمش معیده میکنم. این خود به نمایش گذاشته که من خیلی با غیرت است، در حالی که به خدا قسم در دماغ از غیرت دیده نمیشه. غیرت نیست. غیرت همونست که مطابق دین زندگی بکنی. تو دخترت دادی، با او جنگ داری، با او کشمکش داری، دشمنت است که برش میگیری منطقه اگه آمد باز پایش معیده میکنه. خیلی ها آمدن نکاح کردن، وقتی داماد رفته دو کوچه کده مرمی زدن داماد. پس این خیلی مشکل اساسی است. پیامبر میگه این طرف علی هست، این طرف هم فاطمه، در وسط هر دوش میشینه. حضرت علی صاحب میگه پاهای نبی علیه السلام سردیش به سینه خود حس کردم، به سینه من رسید سردیش من حس کردم، در حالی که نبی علیه السلام کان حیا بوده، کان غیرت بوده. امروز بسیار عفو میخوایم. دختر همی با غیرت گریبانش قلوچ است داخل هتل میرقصه، اوجه غیرت نیست. عروسش خانه آوردن با 100 تا کامره از پیش و از پس کامره گرفته، اوجه غیرت نیست. ایل و غیل به اصطلاح ساده در داخل خانه میشینه، بچه خاله مسی، بچه کاکای مسی، بچه مامای مسی، زنش تا و بالا لباس تنگ و پنجابی پوشیده غذا میاره و نان میاره و میره و میبینه دخترش. ایجا غیرت نیست. با غیرت در کجاست؟ غیرت سر داماد است. غیرت سر داماد است. در حالی که نکاح از او بسته شده، او چکر میزنه، او صحبت میکنه، یک جا میخوابن، شب یک جا میباشن، چی اشکال داره؟ مانده 15 لک یا 12 لک یا 13 لک مهرشه، تا مهر خلاص نکنه قدمش ایجا نمانه. باز چه قشایی همی تو در نظرش میگفتم چی یک پدر دیکتاتور است. خاک در سر تو کدی پدر دیکتاتور بودن. هیچ هم نیستی، هیچ هم نیستی. حتی می دختر دوست نداره چهره تو را ببینه، مجبور است دیگه. زن دوست نداره که تو را شوهر بگه، مجبور است دیگه. از خوش اخلاقی و از اخلاق زیبا و از چهره گشاده و از تبسم و از محبت چی بدی دیدیم که او را تبدیل کردیم به دیکتاتوری. پس بناهن رسول صلی الله علیه و سلم به حضرت فاطمه گفت کسی را فرستاده بودی چیز طلب کردی؟ گفت بله. گفت مازی بهتره به شما نتون که از کنیز بر تو بهتر باش؟ گفت بله بفرمایید. گفت پیش از این که بخوابی 33 مرتبه بگو سبحان الله، 33 مرتبه بگو الحمدلله، 34 مرتبه بگو الله اکبر. این از دنیا و مافی های دنیا به تو بهتر است. این رنج و درد دنیا ختم میشه. رنج درد دنیا هر چی باشه ختم میشه.
در هر حالتی که هستی، اگرچه در داخل زندان هستی، به سخت‌ترین مرض گرفتار هستی، آخر ختم میشه، چشمت بود میشه، یه وقت میموری از این دنیا. خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت. کار بکو که خانه قبر آماده کنی، کار بکو که در خانه قبر آسوده بخوابی، کار بکو که زندگی ابدی، نه 1 سال و 2 سال و 10 سال و 20 سال. آخه بهار جوانی یک دختر 15 سال است، همین که 15 سال به بلوغ رسید تا 30 دیگه این خوب است. بعد از 30 دیگه درد کمر شروع میشه، درد پای شروع میشه، چروکا کم کم پیدا میشه، یا اون دندانش خراب میشه. این آهسته آهسته خلاص میشه دیگه. باز تا 40 که رفت دیگه حوصله هیچی برش نمیمونه. خب باز این افغانستان است دیگه. یعنی 5 تا 6 تا 7 تا بچه که پای هم شد یا دختر پای هم شد دیگه مادر خلاص است. اونم تمام آرامی یک دختر هموست که در خانه پدرش است. از این خانه پدر که حرکت کرد، او چی خواب و خیالایی میزنه، میگه که رفتم خانه شوهر که شوهر دست به دست بگردم، که شوهر چکر بزنم، که شوهری بکنم، که شوهر رو بکنم. چون انتخابم خدایی نبوده، نیتام خدایی نیست، همین که خانه شوهر میه ما تیر نمیشه، ما شروع میشه دیگه. این بیچاره تجربه نکرده این غمایی که در خانه شوهر رو میبینه. یک غمای عجیب و غریب، یک مشت خشوع بزن، یک مشت خسر بزن. او یک شوی نکده، 20 شوی کرده در خانه. ایوار یک شوی از دو، ننو یک شوی از دو، خشوع یک شوی از دو، خسر یک شوی از دو. او بیچاره که 15 ساله 16 ساله چی تجربه داره؟ کلگی کالایش کشیده بی کالای ما بشوی. خب مزدور نآوردی تو، ها کنیز کو نآوردی خودت. میگه یک عروس گرفتم، هیچ کار یاد نداره. عیف بچین ده عروس. این بچهش نماز نمیخوانه، خدا نمیشناسه، کارش سیگرت، تابلتکه، پابجی. عیف بچهش ده. عیف بچه بله ای، چون این بهترین است. این بچه تو ارزش از این نداره. من همیشه میگم و خدا اگر مرد با تقوا بود یک دختر گمراه را بگیره، او از تقوای این مردش او برا میآید. به خاطر که زنها قدر جرأت زیاد ندارن که مخالفت با مردا بکنن. میشه با محبت، با صفا و صمیمیت، با کلمات بسیار شیرین، با گریه 2 قطره اشکی که از چشم یک مرد پیش زنش خطا میخوره، باور بکنه اگر که مارتول زن بزنی او قبرش سخت نیست که 2 قطره اشک شوهر خدا ببینه. چون مرد عادت نداره گریه بکنه و اگر گریه میکنه خیلی سرش فشار آمده. چی است که دین نیست؟ نیتای صاف نیست. این دختر نششته داخل خانه خودش که بانک یک مسلمان خدا بفرسته، همون که در قسمت ما است. این شروع کرده از 14 سالگی این طرف برو او طرف برو، ده او تماس بگی، ده او پیام بان، ده او چت بکو. آخر با 100 تا عذر یک بچه رو پیدا، او چقدر عذر کرده که مادر ترایی کن، مادر ترایی کن، مادر ترایی کن، مادر ترایی کن. این طرفش باز ما خودم جور میکنم، میگه اون طرف تو جور تا منا رو یک رایی کن. این ما بر شما میگم این شوخی نیست، روز 10 تماس همه قسم به ما میاد. گریه میکنن مولوی صاحب چی کار کنیم؟ یه بچه رو دوست داریم و میره چرا غم میشه؟ یگم دعا و تعویض نداره. اگه برش بگویی یک جادوگر است ولی میگه که رفتی باز کافر میشی، میگه خیره اما بچه رو دست بیارم، این خوشبخت میشه، تو رو به خدای خوشبخت میشه. میگه امو بچه به نماز نباشه، امو بچه به خدا نباشه، امو بچه به دین نباشه، هر چی که باشه امو باشه. مثلا برش میگه او چلسی شرابیست قمارباز اشکال نداره، میگه امو رو من دوست دارم. واقعا جای بسیار درد است. شما نیستین دیگه، پشت گوشی من نیستین که بشنوین چی میشنوین. یگان وقتی که من عصبانی میشم، که قهر میشم، خدای میگم که این چی کنیم؟ حالا این ملت نمیفهمن، هر چی به این بگویی فایده نمیکنه. میگه با عاشق هر چی که بگویی او کر است. این نیست که بیچاره
چون تحت احساسات و عاطفه‌ای که در درونشان هست، زنها عاطفهشان بیشتر است. یک دفعه محبت به یک کسی کردن دیگه 100 تا شوهرم که رو فراموش نمیکنن. کلانترین مشکلشان نیست. عقلانیت فکر نمیکنن، آینده رو در نظر نمیگیرن، فقط ظاهر این بچه تیپش خوشم اومده، شیپش خوشم اومده، خو نماز نمیخونه، اشکال نداره کلام کشو دو میخونه.